امروز اومدیم اینجا بچه‌ها که با یه معجون جادویی، حالا معجون یا حالا هر چیزی که شما اسمشو میذارید، با یه معجون جادویی و با پاک کنندگی بسیار بسیار قوی، یعنی خیلی قویه بچه‌ها، یعنی یک جوری ازش کف میزنه بیرون. ببین یه کارواش خیلی ارزان قیمت ولی با پاک کنندگی بسیار بالا بچه‌ها. بهتون توصیه میکنم اگه میخواید موتورتون مثل روز اول تمیز بشه و برداغ بشه مثل نقره مثل طلا، این ویدیو رو رد نکنید و تا آخرش ببینید که نکته های خیلی مهمی داره. مثل اینا ببینید، این لجنا رو ببینید. میدونی چقدر هزینه کارواش میشه که فقط همینا رو براتون بشوره؟ چقدر هزینه داره؟ اینو ببین دیگه، این دیگه خارمادر لجنه. ببین اوهو. تازه پشتش هم داره. اگه میخوای توی این اوضاع گرونی کشور موتورتو تمیز کنی، حتی از کارواش هم بهتر ولی با پایین ترین قیمت ممکن، بخوای موتورتو تمیز کنی، بهترین محلول همینی که من بهت میگم. پس بهتر این ویدیو رو از دست ندی و تا آخرش ببینی، چون نکات مهمی داره. پس بریم واسه ترکیب کردن محلولا ببینیم چی از آب در میاد. خب اول از این شروع میکنیم. مایع دستشویی. حالا مایع دستشویی ببینید هلوهوش 10 قاشق، هلوهوش 10 قاشق اینو میندازیم توی آب. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9. حالا یکی دیگه هم اضافه اگه دوست داشتید میتونی بندازید. الان شد 11 تا. خب حالا میریم واسه دومی که میشه نمک. مشخصه؟ اینو میتونید 2 قاشق بیشتر هم استفاده نکنید، همین 2 قاشق کافیه. خب اگه بره توش، وایسا اینجوری. خب حالا میریم واسه جوش شیرین. خب اینم میندازیم توش، حداقل 3 قاشق، حداقل 3 قاشق هم جوش شیرین. خب اینو میندازیم اینجا. حالا جوش شیرین واسه چیه؟ واسه از بین بردن این چربی ها، این روغنایی که اینجوری خوش شده روی موتور، همون روغن سیاه دیگه. یکی از بهتریناست. بچه‌ها با حوصله هم بندازید، اصلا عجله نکنید. خب همین عالیه. درش رو میذاریم. حالا این خودش مخلوط کردنش یه داستانی داره. نباید اینجوری همش بزنید. ببینید اینجوری نباید همش بزنید که ازش یه دفعه کف بزنی بیرون. خیلی آروم تا حدود 2 الی 3 دقیقه اینجوری همش میزنید، خیلی آروم. ببینید اینطوری یه نمونه مثلا اینجوری خیلی آروم. اگه توی کاسه ریختید خب چه بهتر، دستتون به هر حال بازتره. ولی اگه توی این بریزید طبیعتاً بهتر هم میشه. چرا بهتر میشه؟ درسته سختی اول داره ولی در عوض کف خیلی بهتر، تمیزتر و پاک‌کنندگی قوی‌تری بهت میده. خب حالا وقتشه که بریم واسه محلول جادویی. بزن بریم. اولین تست روی این اگزوزه میزنیم. ببینید چه لجنایی به خودش گرفته. بریم واسه تمیز کردنش. پس چطور میخونی استفاده کنی؟ چرا اینو در آوردی؟ روش استفادهش اینجوریه. ببینید چقدر لیزه این. همینجوری همینو با دست میتونی بزنی، خیلی راحت و ساده دیگه. نه شامپوی چه میدونم ماشین میخوای، نه چیز میخوای. هر وقتم کف میخواستی یه تکون اینجوری میدی. ببینید صدا رو میشنوید؟ حالا نوبت چیه؟ نوبت مسواکه. بیا بالا. حالا همینو ادامه میدیم تا حدود 5 دقیقه. حدود 5 دقیقه اینو ادامه میدیم.
A few moments later. خب بچه ها ببینید، شما میتونید حالا اینجوری هم ازش استفاده کنید. به شدت تمیز کننده است. چه کثیفیایی ازش از بین ببریم. اینم باید حتما عوضش کنم. اینم به ترمزی برای من نمیشه. خب خیلی با احتیاط اینو میزنیم. خب اصل کاری اینه بچه‌ها، اینو بگیرید، اینو یادتون باشه، اینو یادتون باشه. خودتون دیدید این معلول جادویی با این چربی ها چیکار کرد؟ چربی و مثل ماست از روی این آهنه برداشت. خودتون که دیدید، حتی دست هم بهش نزدم، فقط همینجوری زدم بهش و این خیلی راحت از روش برداشته شد. حالا یه ذره مسواک هم میاری روش، دیگه ببین براق میشه، مثل نقره، مثل طلا دیگه براق میشه. و چه بهتر، دیگه نیازی به کارواش نداری، خیلی هم ارزان قیمتره، چه میدونم خیلی هم در دسترس. دیگه این موادی که بهت گفتم میتونی از بقالی سر کوچه تو هم تهیه کنی. والا پس اگه خوشت اومده از این ویدیو، اون لایک و سابو برای داداشت بزن که این خستگی از تن منم در بره. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این کثیفی رو میبینی؟ مثل ماست، ببین مثل ماست میبره اینا رو و تمام. لجنا رو بگین. یعنی ببین اصلا خدای این معدود، جدی میگم. با یه مسواک خیلی ساده، تازه با دقت خیلی بالاتر هم پاکش میکنی. بهتون گفتم که صدای این موتور عوض شده بعد شستن این چیز میذاش. یه لحظه صدای این موتور رو گوش کنید، صداشو گوش کنید. حالا وقت کاتافه. ببینید این معدوله چنان قدرتی داشته، چنان قدرتی برای این از بین بردن این کثیفی‌ها داره. ببینید اینا همش کثیفیه. حالا بگید کجا رو شستم؟ همین یه تیکر رو، این یه تیکر رو، اینا و همین. حالا فرض کن بیام کل موتور رو با همین مواد شوینده‌ای که درست کردم تمیز کنم، دیگه کل حیات سیاه میشه. خب حالا امکان داره بپرسید که برای لاستیک چطور؟ حالا درسته عملکرد خوبی برای اینو، حالا برای انجین و باک و چیزا داشته، حالا برای لاستیک چطوره؟ آیا لاستیکو تمیزش میکنه مثل اون باک یا نه؟ حالا میریم تستی میزنیم. فقط یه چیزی بهتون بگم، از آب استفاده نکنید برای شستن. اول از این استفاده میکنید، یه چند دقیقه میذارید خشک، بعد یه بار دیگه استفاده کردی، برای بار دوم که زدی دیگه بار دوم نمیذارید خشک. میگیری چی میگم؟ دیگه همونو آب میگیرید. الان بهتون میگم. ببینید بار اول میزنید بهش، ببینید اصلا ازش لجن میاد بیرون. یا خدا ببین چه کثیفی داره ازش میاد، بدون اینکه بهش دست بزنم. فقط از پاشش این. عجب چیزیه این معجون چی بابا؟ مگه خوردنیه این موادی که درست کردم؟ واه داشمکی پخت و پس کرده. چه کثیفی داره ازش میاد بیرون. اینم باید تمیز کنم. خب گذاشتیم یه بار خوش شد و برای بار دوم هم اسپریش کردیم و میبینید دیگه چه جوری شده.
این دفعه ببینید تمیزتر شده، یه ذره ببینید. آره تمیزتر شده، یه ذره که نه خیلی تمیز شده خداییش. حالا وقتش چیه؟ وقت آب بازیه. یکم دستو میشوریم، میایم اینجا شروع میکنم به آب بازی. ببینید چه لجنایی داره ازش میاد. اوه. بیشتر توی این ویدیو نمیخوام حالا وقتتون رو بگیرم بچه‌ها. بیشتر هدفم اینه که بهتون این محصول، حالا محصول کنه، محصول چی بابا این حالا مواد شوینده رو بهتون معرفی کنم و بگم حالا از چی ساخته شده، روش استفادهش چجوریه، چیا رو بیشتر تمیز میکنه، به چه دردی میخوره. اصلا بیشتر هدفم اینه و حالا امکان داره وقت نکنم توی ویدیو بیام اینو تمیزش کنم، چه میدونم حالا اینو تمیز کنم، نه اینو که تمیز کردم، حالا چه میدونم اینجا رو تمیز کنم. بچه پلاکم بستم خیلی مهم بود. و حالا جاهای دیگه شو امکان داره وقت نکنم تمیز کنم. برای همینه که بیشتر سعی کردم یه جوری خلاصه وار این قضیه رو براتون جمع کنم و بگم آره یه همچین محصولی هستش که بشه بدون این که بریم کارواش و هزینه خیلی زیاده بدیم، با یه هزینه خیلی کم از جیب خودمون، حالا از جیب کسی دیگه که نمیخوایم بدیم، از جیب خودمون یه هزینه بسیار بسیار کم، خیلی کم بدیم، یه همچین چیزی درست کنیم. و به نظر من که واقعا عادیه، یعنی شویندگیش خداست، جدی میگم. یعنی اگه آدم خرپولی هستی برو کار باش، ولی اگه آدمی هستی، حالا نمیگم فقیر، ولی اگه آدمی هستی میخوای صرفه جویی کنی توی پول، اونم توی این اوضاع اقتصادی کشور، بهترین گزینه همینه که من بهت گفتم. پس داداشم حالا امکان داره بازم بهتون میگم امکان داره وقت نکنم بیشتر از این ویدیوشو براتون بگیرم برای تمیز کردنشون. کلی محتوای دیگه میخوام باش بگیرم و حالا اگه نظری داشتید و چه میدونم ایده هر چی توی ذهنتون بود کامنت کنید و اگه بتونم جوابتون میدم. پس لایک و کامنت و سابو میسپارم به خودتون تا ویدیو بعدی. فعلا خداحافظ.